برتا فقط یه اسلحه نیست، یه شخصیته. تولدش به قرن 19 برمیگرده، جایی که کارخونه ایتالیایی برتا با ساخت سلاح‌های دقیق و سبک نامشو در تاریخ جنگ و خیابون ثبت کرد. در دستان پلیس، سربازان یا حتی خلافکاران، برتا همیشه همون حس اعتماد و خطر رو القا میکنه، کوچیک اما قابل اعتماد. برتا مانند گلاک یک کلت خیابونیه، ضربه گلولش بازدارنده است نه کشنده. اما اگه از فاصله نزدیک با شلیک کنی، کشنده تر از هر کلت دیگه ایه. در واقع برتا برای اختلال در فرار مجرم ساخته شده. سرعت گلولش 381 متر بر ثانیه، حدود 1.250 فوت بر ثانیه و وزن اون 22 گرمه. در نزدیکترین حالت شلیک حفره‌ای با عمق حدود 2 سانتی متر ایجاد میکنه. محل اصابت دچار لهیدگی میشه، اما از انفجار عضلانی یا خرد شدن استخوان خبری نیست. شاید به همین دلیل که برتا بیش از یک سلاح تبدیل به یک شخصیت در داستانها شده، گاهی در دست پلیس قانون، گاهی در مشت مجرم فراری و همیشه آماده نوشتن سطر تازه.